خوب، امر به معروف و نهی از منکر. خوب امر میدانیم معناش فرمودن است، نهی نقیض امر است، معناش بازداشتن، منع کردن. اما معروف و منکر چه معنا دارد؟ کلمه معروف و منکر از نظر لغت اگر خواهیم با دو کلمه اونها را با زبان فارسی ترجمه کنیم، معروف در زبان ما به معنای شناخته و دانسته ترجمه می شود. منکر نقیض معروف است، ضد معروف است، معناش ناشناخته، ندانسته. این هر چیزی که معلوم و شناخته است او رو میگن معروف از نظر لغت. البته هر چی ناشناخته و مجهول و نامعلوم است به او گفته میشود منکر. اما از نظر شرع وقتی که ما میگیم خدا بر ما واجب کرده است نهی منکر و امر معروف را، در این صورت معروف و منکر به چه معناست؟ علما تفسیر میکنن، میگن والمعروف ما کان موافقا للشرع والعقل والمنکر ما کان مخالفا للشرع والعقل. یعنی هر کاری که موافق با حکم شرع و عقل باشد به او میگن معروف، به او میگن کاری مشروع. و هر کاری که مخالف حکم شریعت و عقل باشد به او میگن منکر، یعنی نامشروع یا اینکه زشت. بنابراین معنای شرعی و معنای اصطلاحی مثلا کلمه معروف یعنی مشروع، کاری که موافق حکم شریعت است و موافق حکم عقلم هست. عقل سالم هم به کار معروف ما را امر میکند به کردنش و شریعت هم امر کرده است به انجام دادنش. پس همه کارهای خوب، کارهای نیکی که شریعت ما را امر کرده است، خواه از نوع اطاعت است، خواه از غیر اطاعت معاملات است و اخلاق است، خلاصه هر کاری که خوب است و شریعت ما را امر کرده است به او رو میگن معروف. اما هر کاری که زشت است و نامشروع است و شریعت ما را از اون منع کرده است، نهی کرده است، به او گفته میشد منکر. پس امری به معروف معناش این است نه امر کردن دیگران را به کار مشروع، به کار خوب، به کار شایسته، به کار پسندیده. و نهی از منکر معناش میشود منع کردن دیگران را، بازداشتن مردم را از کار نامشروع، از کار ناپسندیده، از کار زشت. این است مفهوم امر معروف و نهی از منکر. خوب،